من بعد از بیماری‌های طولانی کمتر ذهنم کند شد برای قرآن قرائت کردن. برای همین من به این الکترون گرفتم که با یاردم همون قرآنم ختم کنم. گفته همین آیا من همین درست انتخاب کردم؟ قرآنی من قبول میشود ختم من ili بله درست است. استفاده بردن هر وسیله‌ای که برای علم کمک میکند اجازت است. کوشش کنید. ان شاء الله انما العلم بالتعلم. علم با خواندن و آموختن و مشق کردن میشه. حتی آدم اگر ذهنی کند هم داشته باشد، حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرره. شخصی که در قرآن خواندن و حفظ آن ماهر است و همراهی فرشتگان است، مرتبهش بلند است. والذی یقرأ القرآن و یتعتع فیها وهو علیه شاق فله اجران. آن آدمی که قرآن را به یک عذاب میخواند، زبانش نمیگردد و قرائت قرآن و حفظ قرآن برایش مشقت است، فله اجران. برای این گونه شخص دو مراتب اجر است. برای آنکه آدم ذهنش کند 300 مرتبه یک روی قرآن را حفظ میخواند، حفظ نمیشد. آدمی که ذهنش تیز است 10 بار میخواند، حفظ میشه. لیکن اجر اینها برابر نیست. این 300 مرتبه یک روی قرآن 5000 ثواب دارد. این 300 مرتبه خوند و 10 مرتبه خوند. بنابراین این ذهنی کندها هم نعمت است. اجر شما از اجر آدمی که ذهنش تیز است بلند است، چون که شما بسیار قرائت کرده هستید. بنابراین کوشش کنید و گاه ها میشود که انسانایی که ذهنش کند بود، بعد الله تعالی مهنت او، اجتهاد او را به نظر گرفته، بعد گشایش میده. این علم تقوا و ترس است. امام احمد گفتند که العلم خشیت الله. علم این ترس الله است. علم این بسیار خواندن و بسیار نوشتن نیست. ترس الله. علم که با علم که عمل کردید، این همون علاقه نتیجه خود را داد. ان شاء الله آیسته آیسته گشوده میشه.